گرچنده ما باید به فرهنگ خود خویش تکیه کنیم، آگاهی از تجربه‌های معاصر تربیوی در کشورهای دیگر به سود کار است. دور نمی‌رویم. یک قطار اصول‌ها در کشورهای غربی وجود دارند که می‌توانیم از آنها چیزی آموزیم و به شرایط خود مطابق سازیم. مثلا در بسیار کشورهای اروپا پدر و مادران تربیت مثبت را خیلی جدی تطبیق میکنند. مادر بالا نیز گفتیم آنها کوشش میکنند با کودکان زیاد مکالمه کنند و قاعده ها را شرح دهند، نه فقط فرمان دهند. این باعث می شود که کودک از خردی حقوق سخن داشتن و خودفعالیتی را احساس می کند. در تاجیکستان شاید گوییم فرزند باید اطاعتکار باشد، اما می توانیم از غربی ها آموزیم که با کودک 5 ساله نیز صحبت کردن ممکن و لازم است توضیح دهیم چرا نگفتیم به چیزی دلخواهش. در این وقت او سبب را درک می کند، نه تنها از جزا ترسیدن اطاعت می کند. در ایالات متحده آمریکا اصول تایم اوت وسیع استفاده می شود که به جای کتک زدن کودک را برای چند دقیقه گوش می دهند تا آرام شود. این جزای نرم روانی است و نشان داده است که اگر درست تطبیق شود تأثیر بخشتر از دادزنی یا شلاق است. البته ما باید اصولهای نو را خوب فهمیده بعد استفاده کنیم تا خطا نرویم. تکیه به خود استقلالی در فرهنگ ژاپنی یک نمونه دیگر است که جهان به آن توجه دارد. در ژاپن کودکان از سن خرد در مکتب‌ها وظیفه‌های روزمره را دارند، مانند تازه کردن صنفخانه‌ها، خدمت در آشخانه. این آنها را مسئولیت شناس و همکار می‌کند. در تاجیکستان ما نیز می‌توانیم این را در سطح عائله تطبیق کنیم. با کودک 6 ساله وظیفه‌های ساده دائمی داده او را چون اعضای فعال خانواده احساس کنیم. حتی بعضی مکتب‌های خصوصی این را درس می‌گیرند. مونتسوری اصول ایتالیایی تربیت که امروز در سراسر جهان معمول است تاکید می‌کند که محیط کودک باید برای مستقل کار کردنش آماده باشد. مثلا جوانهای پست با بازیچه‌ها تا که خود گیرد، رجای واضح تا که به فرمان دائمی خودش از یک فعالیت به دیگر گذرد. بسیار کودکستان‌های ما نیز از این اصولها قسماً استفاده می‌برند، اما در خانه هم می‌توانیم حجره کودک را چنان سازیم که چیزهایش برای خود او دسترس و با ترتیب باشد تا که به مادر هم توانند با آنها مشغول شوند. در کشور ما پدر و مادران جوان بیشتر میفهمند که جزای جسمانی هم از نگاه دین هم از نگاه قانون نادرست است. در کشورهای اسکاندیناوی بیش از 40 سال می شود که کودک زدن منع است و آنها میدانند که نسل امروز خیلی با احترام و روشنفکر به وایه میرسند. ما هم میتوانیم از آنها عبرت بگیریم. احترام به حقوق و شأن و شرف کودک این معنای بی‌مرزیت و بی‌تربیتی نیست. طبعا بعضا گمان میکنیم آن معنای اعتبار دادن به شخصیت کودک است. البته هر اصول خارجی را نسخه برداری کردن شرط نیست، اما دل گشوده داشتن به تجربه دیگران از کمال خیرت است. می توانیم کتاب ها خوانیم، ویدیوهای متخصصان خارجی را ببینیم یا در اینترنت مقاله های تربیوی نوترین را مطالعه کنیم. هدف تکمیل دادن مهارت والدی ماست تا بهترین ها را به فرزندانمان بدهیم. آیا شما یگان اصول تربیوی را از تجربه کشورهای دیگر پذیرفته اید یا شنیده اید؟ اگر ها، چگونه آن را در عمل تطبیق کردید و نتیجهش چی بود؟ اگر نه، کدامش به نظر شما جالب است که می خواهید کوشش کنید؟ شرح خود را در کامنت به ما نویسید. سرپرستی برنامه ما شرکت لیندویت می باشد. لیندویت با ویتامین د، قطره از ویتامین آفتاب.